بعضی چیزا هستن که آروم آروم شخصیت تو میخورن بدون اینکه حتی بفهمی. امروز میخوایم درباره یکی از حکمت‌های عمیق نهج البلاغه حرف بزنیم. حکمت شماره 3 که انگار برای همین عصر گفته شده. البخل عار والجبن منقصة والفقر يخرس الفطن عن حجته والمقل غریب في بلدته. بخل ننگ است، ترس نقص است. فقر زبان زیرک را می‌بندد و فقیر در شهر خود غریب است. بخل یعنی ترس از بخشیدن، ترسی که باعث میشه آدم حتی محبتش رو هم نگه داره. و ترس یعنی عقب نشینی از حق، از حقیقت، از خودت. امروز خیلی از ترس قضاوت سکوت میکنن، از ترس طرد شدن خودشونو پنهون میکنن. و امام علی علیه السلام میفرمایند ترس آدم رو ناقص میکنه، چون شجاعت یعنی کامل بودن. فقر فقط بی پولی نیست. فقر یعنی وقتی حرفت ارزش داره ولی کسی نمیشنوه، وقتی ایدت عالیه ولی چون پول نداری کسی جدی نمیگیره، وقتی ذهنت روشنه ولی چراغ توجه بقیه خاموشه. امام علی علیه السلام میفرمایند فقر زبان زیرک رو خاموش میکنه و این یعنی خیلی از نابغه ها فقط چون فقیرن توی سایه موندن. و آخرش اون جمله‌ای که دل آدمو میلرزونه، فقیر در شهر خودش هم غریب است. یعنی اگه چیزی برای ارائه نداشته باشی حتی بین آشناها هم دیده نمیشی. این غربت فقط مالی نیست، غربت فکریه، غربت ارزشی، غربت روحی. خیلی ها امروز توی جمع هستن ولی تنها هستن. این حکمت یه هشدار نیست، یه دعوت به بیداریه. بخشنده باش، شجاع باش، یاد بگیر حرف بزنی حتی اگه کسی گوش نمیده و نذار غربت تو رو از خودت جدا کنه. تو ارزشمندی حتی اگه کسی نبینه، تو قوی حتی اگه کسی نشنوه و تو میتونی حتی اگه کسی باور نکنه. این حکمت رو با کسی به اشتراک بذار که حس میکنی توی غربته و اگه این حرف به دلت نشست لایک و سابسکرایب یادت نره. ما اینجا هستیم تا حکمت رو به زندگی برگردونیم.